تجلیل جشن مهرگان در مرکز ولایت ختلان شهری قرغان‌تپه کشاورزان بزرگترین ولایت زراعت‌پروری تاجیکستان روز 15 اکتبر به جشن مهرگان دسترنج خود را آوردند و پیشنهاد مردم کردند انگور و تربوز و دیگر میوه‌های ختلان که شیرین‌ترین در کشور به حساب می‌روند رفع و غرفه‌های کشاورزان را رنگارنگ کرد. طعم‌های بالذت نیز حسن دیگری به جشن مهرگان ضم کرد. از جمله غذای آورده زیبونیسا ساکن شهری قرغان‌تپه. با گفته کدبانوها هر غذایی که به مهرگان آورده می شود رمز و معنی دارد. جمیله بابای و ساکن دیگری شهر می گوید جشن مهرگان یکی از جشن‌های قدیمی مردم آریایی است و از سال 2009 در تاجیکستان رسما تجلیل می شود. مهرگان جشن است که دهقانان بعد از جمع‌آوری حاصل آن را جشن می‌گیرند و برای سال آینده دعا می‌کنند که حاصلشان فراوان‌تر شود.